به دانشگاه امام رضا خوش آمدید. هی صبح بخیر. الان ساعت 6 صبح. خانم محمدی زنگ زده. دکتر دلیری همه رو انداخته. باورت میشه؟ پاشو باید بریم جای دکتر خسرو آبادی. بلند شو. اگه 5 دقیقه دیگه بیشتر بخوای 20 دقیقه دیر میشه. اتوبوس میره، مترو شلوغ میشه. اون هیکل گندتو تکون بده. پاشو زن، کلاس مدار دیر میشه. اگه این پرتقال تامسون تا 3 شماره نیفته الکترونیکو پاس میشن. 1 اگه این سنگ واسه شماره از جاش تکون نخوره، آخه اون سنگ به چه دردت میخوره؟ خیلی خوب. اگه این تخمه تا 10 ثانیه باز نشد پاس میشم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آخ جون پاس شدم. الکترونیک خداحافظ، ما که رفتیم. خب بچه ها تقسیم ولتاژ اینجوری حل میشه. خسته نباشید استاد. سلامت باشید. کیویل رو بعد از خسته نباشید سلامت استاد. باشید بچه ها. کیویل اینجوری حل میشه. خسته نباشید استاد. سلام. مگه ساعت چنده؟ سلام. درس خوندی؟ چیز بلدی؟ فکر نکنم. چجوری ولتاژ رو دوباره مدار عوض کنیم جریان ثابت شه؟ مقاومت. نه. سیم. خیر. سلف. نه بابا جان. خازن. اینا دیگه چه خنگن به حضرت عباس. بابا منبع جریان برار. ما رفتم. هم سلف دانشگاه ماه. غذاهاش خودتو نمیکشه اما معدت قطعاً میمیره. روزایی هم که کباب داریم از آمار گربه هامون یکی کم میشه. من استاد عمومیم. میانتر میگیرم، پایانتر میگیرم، ارائه داریم. درسم از تخصصی ها سختره. اصلا الان برگه بذارین کویز میگیرم. غیبتم بکنین حذفتون میکنم. نه. دوین کم سر و صدا کنن، تعطیلات و زهر مارتان میکنم. وای به حالتان اگه بفهمم که فکر میکنن درس های ماشین براتان مسخره و حوصله سر بره. صفحه 11 آی ماشین آسنکرون. بابا چه خبره اینقدر داری میلرزی؟ ها الک واسه افتادن کنترل، واسه افتادن مغناطیس که نگم برات. اونو که باید بیفتی، اگه نیفتی که نمیشه. بجاش از چشم خدا نیفتی مادر. اون چرا احساس میکنی که باید همه درسا رو پاس بشی؟ تو باید درسا رو بیفتی تا جا بیفتی، مثل یه قرمه سبزی. نگران نباش، همشون پاس میکنن اما بعد چند ترم. اون بدبخت رو نگاه کن، الکترونیک و 3 بار از استاد دلها افتاده. اینجا آزمایشگاهه. کلی وسیله و قطعات خفن داره که نظیرشو توی کشور نمیبینی. به امید فارغ التحصیلی و ساختن ایرانی زیبا.